د آریا ټي وي درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ محمد د مزار شریف ښار هغه دکان ته راغلي یو چې دلته تخت خو یا د خوب تختونه جوړیږي او همدلته پلورل کیږي. دا دکان ډیر لوی دی، تقریبا کې بېلابېل تختونه المارۍ دلته جوړیږي او بیا بازار ته وړاندې کیږي. موږ به د دې کوچونو همدارنګه د قیمتونو او بازار یې څنګه دی د دې په هکله به د دې ځای د مسؤل سره خبرې ولرو. له موږ سره پاتې شئ. درنو لیدونکو موږ د دې ځای د مسؤل سره ولاړ یو، ډېرې خبرې به نه اوږدو، راځو مخامخ د ده څخه د دې کوچونو همدارنګه د تختونو په اړه معلومات اورو چې بازار یې څنګه دی او په اوس وخت کې دوی په دې کې کوم ډول تختونه بازار ته وړاندې کوي. از شما خوب هستین؟ صحتمند بخیر؟ شکر سلامت باشین. اسم من سیگولا از دیار مغلالی. چقدر وقت میشه که شما اینجا کار میکنید؟ برادر عزیز ما دم دکان خود ما که جور کردیم مبل و فرنیچر مکمل ما تختای خوابی که داریم در اون مکمل گلکنی و ساده می باشه. تقریبا 2 سال متواتر میشه و که دیگه ما وظیفه اجرا میکنیم. دکان ما هست و تختای متفاوت و قیمتای متفاوت و دیزاینای متفاوت داریم که به هر چی بر دیزاین بر ساخت است. دیگه انشالله باز اگر خواسته بودین باز انشالله هر کدام میشه براتون به مشوره میگیرم و براتون تشریحات خاص خودی که داره براتون نمایش میکنم، براتون نشون میدم. هر ساخت است. دیگه انشالله باز اگر خواسته بودین باز انشالله هر کدام میشه براتون به مشوره میگیرم و براتون تشریحات خاص خودی که داره براتون نمایش میکنم، براتون نشون میدم. اینجا چند نفر شما کارگر داریم؟ ما برادر عزیز فعلا در دکان ما 3 کارگر هستیم که لالای ما خودم هستم و یک شاگرد داریم او هست. دیگه فعلا در اینجا بازارک کم سست می باشه با خاطر هم 3 نفر هم رسیدگی هم دکان میتونیم. بدون تحقیق و دیگه شما چی جور میکنید؟ ما برادر عزیز نسبت به فرمایش مردم است. اگر مردم به ما فرمایش بده حساب اگر کوچ باشه یا تخت خواب باشه یا مثلا لگام چیزای دیگه که میزای نان خودی غذا خودی برای خود جور میکنن یا مثلا لگام کسایی هست که تختای خواب که میبینن خوش نمیکنن، لگام تختای خواب سلطنتی لگام تختای خواب زوری که به ما فرمایش میده برش جور میکنیم. هزار نگاه کیفیتای خاصی که بر ما اگر هر کسی باشه بر فرمایش هم که باشه ما پذیرفته میکنیم برش جور میکنیم، به اون کدام مشکل نیست. بازارش چه قسم است در روزا؟ برادر عزیز فعلا بازار کاروبار تخت خواب یک ذره بازار زمستان است، سرد میباشه چون به خاطر یک ذره توی خیزی نیست، چون به خاطر هر کدام از که شما میبینید تختای خواب کلش به حساب یک اینمی تورخیزی ها که زیاد شوه باز انشالله کل از این خرید و فروش یک ذره زیادتر می باشه. انشالله بخیر بعد از ماه حمل بعد از رمضان انشالله کاروبارا یک ذره خوب میشه چون به خاطر عروسی ها می باشه و دیگه محفلای خوشی زیادتر می باشه، چون به خاطر محفلای خوشی باشه کاروبار ما انشالله خوبتر و بهتر می باشه. وطنی است یا دیگه کشورها هم صادر میکنید؟ برادر عزیز فعلا تختایی که میبینید در عموم مکمل تختای وطنی می باشه که چند نوع تختا با وجود است. مثلا تختای خوی است که تختایی است که به نام النور است، تختایی است که به نام خیبر است، تختی است که به نام مالیزویی یک رقم تخت کار میشه، تختی ایراتی است که کار میشه، یک رقم تخته به نام تختیش پامپلیت است که هیچ به درد نمیخوره. تختی است که اصلا براتون بگم که دیگه بیکار است چون به خاطر به درد قدر نمیخوره. موضوع هیچ کار نمیکنیم با دکان ما زیاتر از این تختای ایراتی، تختی النور مکمل مالیزویی از این تختا کار میکنیم. دیگه
حساب اگر تختای خوابی مثلا حساب تختای خارجی باشه، تختای خارجی یک رقم تختی است که تختای گلاس است که زیاترین مردم از او قدر فراموش نمی‌کنن چون به خاطر بلند تمام میشه. اگر ما او را ساخت و ساز بکنم با دکانم بونم فکر کنم یک تختش $90 است. امکانات زور نداره که یک نفر یک مشتری ما به از پیش ما او را بخره. یک تخت خو تا چند قیمت داره؟ برادر عزیز ما تخت خو داریم فعلا تختای خو سادام داریم که زیاتر مردم زیاتر از اون میبره. این تختای خو ما مثلا این تخت خو ما برادر عزیز که قیمتش میایه با مبلغ 30,000 افغانی که ما بدون توشک البته سودا میکنیم. میشه اگر بخوایم باز مثلا کسی که توشکش بخواد توشکش هم بهتیم که میز آرایش داره، دو تا صندوقک داره، یک دونه چوکی داره که مکمل خودی تخت خو میباشه. باز این تختای خو گلکنی داریم که با قیمت 60,000 افغانی است که بدون توشک ما داریم. لالا میز آرایش داره، دو تا میزاکای پلوجای داره، یک دونه چوکی داره. باز برادر عزیز این طرف تختای خو دیگه هم که داریم ما فرض مثال این رقم تختای خو هم داریم که قیمتش میایه به خانای 25,000 افغانی که این میز آرایش 60 دو تا میزاکا داره، یک دونه چوکی. در عموم که تختای خو کلش میزای آرایش خود داره، مثال همون صندوقای پلوجای خود داره، یک دونه چوکی خود داره. دیگه باز این قسم تختای خو دیگه هم از برادر عزیز که ما داریم. اگه مشتریان ما ذوقای متفاوت داره هر کدامشون. بعضی تو مشتریان ما گلکنی خوش میکنه، بعضی مشتریان ما که مثلا تکنومای ساده‌تر و مقبولتر و خوبتر میخواین که مثلا قیمتای از یا به مبلغ 19,000 افغانی تمام میشه که امکاناتش اگر باشه. مثلا ما با یک نفری که حال فعلا گفتم شرایط بیکاری است، هر مشتری که پیش ما شرایطش مد نظر میگیریم، درک میکنیم، برش ارزان‌تر یک چیز حساب میکنیم. دیگه باز این تختای خو برادر ما داریم که مثلا این تختای خو کوچی است که مردمای یک ذره مثال سن و سالشان بزرگتر میباشه، زیاتر میگه از گلکنی ها از یا قدر خوش نمیکنن چون به خاطر میگم نمای ساده تر و خوبتر داشته باشه که هم به خود میز آرایش دو تا میزک و چوکی خود داره که تختای خو به مبلغ 13,500 تمام میشه. باز این تختای خو داریم که کلا تختای خو سلطنتی میباشه که میز آرایش خودم داره، دو تا میزکام داره، یک دونه چوکی هم داره، خیلی کیفیت بالایی برخوردار است که بازی کیفیتش دینمی است برادر که ما در عموم مکمل رنگ زیرا رنگ تینری موتر میکنیم. زمان اگر بالا ازی کدام چربیات کدام روغنی که بفته که پاک بکنی امکانات پاک شدن داره. دیگه ولایتان صادر میکنین یا خود میشه در مزار سودا میشه؟ چند ولایتایی که دوردست مثال فرض مثال این بلخ شریف ما پیش ما میبره، دیگه چند ولایتایش ولسوالی‌ها یا پیش ما میبره. از اون خاطر باز کم قدر زیاد نیست مثلا سابق واره که ما بتونیم که در روز 20 تا 30 تا یا 10 تا به فروش برسانیم یا بتیم مشتری‌ها بر دکاندارا. دیگه ایتو که در ولایت‌ها ما میتیم بسیار کمچین است. دیگه سمنگان و فرض مثال این طرف تاشقرغان و این طرف بلخ اینجا از پیش ما این ولایت‌ها میبره. مصرف یک تخت خو مواد خامش اگر بسنجی چقدر میشه؟ مصارف ازی برادر عزیز تو است که در عموم مکمل سیل و تخته ما در بالکاری دیگه میکنیم کار خوبتر شه. به خاطر یک مشتری ما میگیم از پیش ما بره یک چیز خوبتر باشه، ما نمیتونیم در دکان ما چیز خراب کار بکنیم چون ما امید دوباره مشتری داریم که پیش ما بیاد از پیش ما جنس ببره. دیگه برادر مصارف ازی را میسنجیم، سعی میکنیم که چقدر به ما تمام میشه. ما فایده زورسترش مثال یک 2,000 یا 3,000 یا نهایتش تا 5,000 میمونیم، از او از فایدهش کم میکنیم برای مشتری 1,000 یا 2,000 یا 3,000 از او کده کمتر میکنیم. یک تخت خو چند روز شما جور میکنید؟ چقدر وقت میگیره؟ برادر عزیز یک تخت خو در عموم مکمل تختای خو ساده جور میشه به یک روزم. این تختای خو که میبینین لالا به حساب تختای خو جنرالی یاد میشه که به نام جنرالی این دیزاینایش است که نمای کلان داره. این تختای خو که ما جور میکنیم در عموم مکمل 3 روز یا 4 روز در بر میگیره چون به خاطر رنگمال میشه، گلگل میشه، دیگه رنگ میشه، یک رول رنگش میکنیم با دیگه پیر باز دیگه رنگش میکنیم به خاطر که یک ذره خوبتر شه و نه جلابته. باز در روی از این مکمل ما جلا میزنیم، جلای موتور که یک ذره مقبولتر و زیباتر معلوم میشه. شکر، زنده باشی. از وقتتان برادر عزیز از شما دیگه بسیار زیاد سپاسگزار هستیم از اینکه آمدین با ما مثلا ما یک معرفی شدیم، دیگه تقدیم کردیم تختای خو ما در یک دکان غریبانه ما آمده. خوش آمدی، بسیار زیاد صفا آوردی برادر عزیز.